دوستان و بینندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما هم خوب هستیم و به لطف خداوند در خدمت شما از طریق برنامه مسیح در خانواده. شما هم که خوب هستید سایب جان؟ خدا رو شکر خیلی. امروز میخوایم راجع به شکاف بین دو نسل صحبت کنیم، دو نسل قدیم که شاید ما هم جزو قدیمی ها هستیم و نسل جدید. چقدر شده که دختران و پسران نوجوان یا جوان ما ادعا میکنن که والدینشون اونها رو نمیفهمن، اونها رو درک نمیکنند و خیلی خوبه که ما والدین فکر کنیم ببینیم که آیا این نظر درسته، آیا ما فرزندانمون رو درک میکنیم، آیا میتونیم باشون ساعتها راجع به یه موضوعی صحبت کنیم بدون اینکه تنش و درگیری در بیاد، بدون اینکه عصبانی بشیم. آیا واقعا ارزش‌ها، افکار و عقاید ما با فرزندانمون یکی هست یا نه؟ منم میخوام در همین رابطه با شما برم جلو و اینکه چقدر بحث جالبی هست شکاف بین دو نسل قدیمی و جدید، که این حتما منظور ما همین شکاف بین والدین و فرزندان هست در هر سنی که باشن، فرق نمیکنه. و چقدر خوب میشه که امروز با هم بررسی کنیم و ببینیم که چطور میتونیم تو این رابطه قدم‌های مثبت برداریم که این شکاف‌ها رو کمتر کنیم. کلاً همطور که شما فرمودین خیلی وقتا والدین اینطور میگن که هر کاری میکنم نمیتونم این جوان خودم و نوجوانم رو درک کنم و هر طور به این مسئله نزدیک میشم و میخوام صمیمیت و دوستی بیشتر ایجاد کنم، هر بار به یک بن‌بست برمیخورم و گاهی وقتا اینقدر این شکاف زیاد میشه که اصلا فاصله به قدری زیاد میشه که هر چی والدین صحبت میکنن بچه ها نمیفهمن، یا هر چی بچه ها در رابطه با یه چیزی عقایدش رو میگن والدین چیزی ازشون درک نمیکنن. چرا؟ چون که دیگه این شکاف خیلی زیاد شده بینشون. بعضیا فکر میکنن که این شکاف به خاطر تفاوت سنی هستش، ولی واقعا این نیست. با تفاوت سنی حتی میشه همدیگر رو درک کرد. وقتی ما همدیگر رو درک میکنیم که عقاید همدیگر رو بفهمیم، ارزش ها رو بفهمیم، این طرز فکرها، تجربیات، آداب و رسوم ها هستش که باعث شکاف میشه. خب البته منکر نمیتونیم باشیم که برای افراد مسن‌تر دشوارتره که بتونن این گپ رو، این شکاف رو کم کنن، ولی اقلن والدینی که جوانتر هستن میتونن که سعی کنن به قول شما سایق جان این شکاف رو کمتر کنن با فهمیدن همدیگه. درسته. بعضیا فکر میکنن که چون اختلاف سنی مشکل ساز هست با بچه ها، والدین و بچه ها منظورم هست، مثلا یکی بره 40 سالگی تازه ازدواج کنه و بچه دار بشه که خیلی هم البته کار خوبیه. فکر میکنن که به خاطر اینکه این مسئله پیش نیاد و این مشکل حل بشه، یکی از راه‌ها اینه که در سنین پایین‌تر، جوان‌تر ازدواج کنن. ولی خودش هم مشکل ساز آرمینه جان. چرا؟ چون تو سن پایین اکثرا والدین مسئولیت پذیریشون اینقدر زیاد نیست، تجربه کافی ندارن و نمیتونن اینطور که باید تو زمینه پرورش و تعلیم و تربیت بچه ها موفق باشن. و کلاً ما به عنوان نسل قدیمی تر، حالا چقدر هم دردناکه این که خیلی ما جزو نسل قدیم اصلا شدیم. چه بخوایم و چه نخوایم، وقتی که والدین میشیم، وقتی که مادر یا پدر میشیم، بالاخره میشیم جزو نسل قدیمی و بچهای ما جدیدتر. میخوام بگم که ماها به عنوان نسل قدیمی تر یکم اگه رو راست باشیم با خودمون، میبینیم که گاهی وقتا خودمون هستیم که این شکاف ها رو به وجود میاریم. به چه دلیل؟ به این دلیل که کمتر درکشون میکنیم. هر تصمیمی که میگیرن بچهای ما فکر میکنیم که بالغ نیستن و این تصمیم درستی نیست، یا مثلا کمتر اعتماد میکنیم بهشون و کلا نشون میدیم با حرکات، رفتارمون و اینجور چیزا که اونطور که باید اون اعتماد و نسبت بهشون نداریم و این ناباوری ما نسبت به این نسل جدید باعث میشه که فاصله بیشتر و بیشتر بشه. پس این هم نمیتونه مشکل
حل کن باشه که در سنین کمتر ازدواج کنن و شکاف کمتر بشه. من باید موافقم سایک جان، چون واقعا این ما هستیم که باعث زیاد شدن شکاف میشه. بله. یکی از مسائلی که نسل قدیم یا نسل ما بالاخره والدین نسبت بهش واقعا خیلی حساس هستن، این نگهداری آداب و رسوم هستش که خب چون که بالغتر هستن، از گذشته اومدن و اونها رو تجربه کردن، میخوان همین رو هم اصرار دارن که منتقل کنن به نسل جدید. خب در آینده همین نسل جوانتر هم همین کار رو خواهند کرد با بچهای خودشون، ولی زمانی که اونام بالغتر میشن. درسته. ولی چون سنشون کمتره، اونا اون ارزش ها رو به اون صورت ارزش قائل نیستن و بی‌تفاوتن و این حساسیت این نسل گذشته باعث میشه خب این هم یه شکاف بیفته که بهتره که حساسیت رو من فکر کنم کمتر کنیم، چون همونطور که شما گفتیم بالاخره اونها هم این کارا رو خواهند کرد. خیلی خوبه که این آداب و رسوم حفظ بشه، شیرین، زیباست، ارزش ها، ولی حساسیت اگه کمتر باشه اون وقت من فکر کنم اونها هم از این ارزش ها، از این آداب و رسوم فرار هم نخواهند کرد. تازه اونها هم به قول شما خودشون هم یک زمانی انجام خواهند داد. و کلا هرچی اختلاف سنی بین ما و نسل بگیم جوانتر کمتر باشه، شکاف هم اختلاف سنی هرچی اختلاف فکری بیشتر کمتر باشه، شکاف بین دو نسل هم کمتر خواهد شد و بهتر میتونیم همدیگر رو درک کنیم. و ما والدین باید بدونیم که به مرور زمان خیلی چیزا عوض میشه، خیلی از مراسم عوض میشه، ولی ارزش ها رو نباید از دست بدیم. من خیلی پابند این ارزش ها هستم و همه ما که به عنوان مسیحیان هستیم مخصوصا ارزش های کلام خدا رو باید روش رو بیستیم و تا زمانی که این جهان پابرجاست این ارزش ها حفظ خواهند شد و همینا رو میتونیم به بچه‌مون منتقل کنیم اگر این دوستی و تفاهم بین ما حفظ بشه. و کلا در گذشته هم این اختلاف بین دو نسل بوده، در زمان بگیم پدر بزرگای ما، اجداد ما، ولی فکر نمی کنم اینقدر زیاد بوده باشه، چون اصلا نسل امروزی همینطور داره با سرعت پیش میره و بیشتر احساس میشه این فاصله، این شکاف، این اختلاف بین نسل جدید و نسل قدیم تو این عصر حاضر. درسته. یکی دیگه مسائلی که یکی از عواملی که باعث بیشتر شدن این شکاف میشه اینه که وقتی والدین بیش از حد مشغول مشغله خودشون هستن، حالا کار بیرون یا هر کاری، وقتی که یک شخصی بیش از حد غرق در کارهای خودشه و فرزندش رو فراموش میکنه، وقتی رو که باید به اون وقت مفیدی که باید به اون فرزند گذاشته بشه فراموش میشه. اینجاست که دوباره فاصله میفته، فاصله رابطه، فاصله فکری، فاصله فهمیدن همدیگه و ما از دنیای بچهای خودمون دور میشیم. و این موقع است که خب اونها هم احساس تنهایی میکنن و در این تنهایی از ما فاصله میگیرن، شاید هم به چیزهای دیگه، به دوستان، به مسائل دیگه رو بیارن که بالاخره این فاصله رو، این گپ رو، این شکاف رو بتونن پر کنن. ولی چقدر بهتره که ما والدین واقعا هر چقدر هم که مشغول هستیم، هر چقدر هم که سرمون شلوغه، فراموش نکنیم که رابطه بین پدر و فرزند، مادر و فرزند واقعا مهمتر از هر چیزیه. این یک سرمایه گذاریه که از کار و حرفمون هم مهمتره، ما باید که داشته باشیم در خونه. پس سعی کنیم در حد مشغولیتی که داریم هیچ وقت بچه هامونو فراموش نکنیم. میدونین حتی اتفاق میفته مادری، بذارید بگم خیلی ساده، مثلا در حال پخت و پز فرزندش میاد یه چیزی میگه، اصلا نگاه به این فرزند نمی کنیم، گاهی اوقات هم سوالی میکنه نادیده میگیریم، الکی حالا میگیم خب یا میگیم باشه. واقعا باید این ارتباط چشم تو چشم رو با بچه‌مون داشته باشیم، کار ما یه لحظه کنار بذاریم، درسته، نشون بدیم که برامون مهمه هستن، چی میگه، میبینیمشون. مثال دقیقاً واقعا نباید اونا خودشون رو نادیدنی تصور کنن که من اصلا به حساب نمیام و نیستم و توی دنیای شلوغ پدر مادرم وجود نداره. دقیقاً همینطوره. کلا هرچی بیشتر با فرزندانمون وقت بگذرونیم و صمیمیت و دوستی بینمون ایجاد بشه،
شکاف ها کمتر میشه و فاصله ها به هم دیگه نزدیکتر میشه و لااقل میتونیم توی فضای خیلی آروم باشون صحبت کنیم و صحبتاشون رو بشنویم بدون اینکه زود نسبت به هم پرخاش کنیم، اون بره راه خودش من برم راه خودم و فضا رو خراب بکنیم. هرچه دوستی ها بیشتر باشه بین دو تا نسل شکاف ها کمتر خواهد شد. حالا خیلی عوامل هستن که این وسط، یکیشو شما فرمودین، مشغله زیاد. من میتونم اضافه کنم عصر تکنولوژی. من همیشه میگم که من زیاد اهل تکنولوژی نیستم. منم نیستم. من خیلی همون سنتی و قدیمی وار دوست دارم، کتاب و دفتر و بله، برم نمیدونم دنبال یه مطلبی توی کامپیوتر، یا زیاد اهل این چیزا نیستم. هنوز جزو نسل گذشته هستم. ولی گاهی وقتا این پیشرفت تکنولوژی و اینکه بچه‌ها خیلی میچسبن به این چیز و اصلا تو ذات و وجودشون مثل که با همین به دنیا میان که برن به دنبال تکنولوژی برتر، این خودش باعث میشه که شکاف ها بیشتر بشه. و ما والدین هم نباید بگیم مثل من که امروز ادعا کردم که زیاد سر در نمیارم. سعی کنیم یک کم هم بریم دنبالش، یاد بگیریم، زحمت بکشیم. این اواخر من یکم پیشرفت کردم البته. گاهی وقتا میرم تو اینترنت یه چیزای سرچ میکنم، ولی تو حد خودم، تو حد سن خودم. و کلا سرعت ها چقدر زیاد شده. سرعت هم میتونه فاصله رو برعکس کمتر کنه. بچهای ما با سرعت با تکنولوژی جلو میرن، ما هنوز با درگیر دنیای قدیم خودمون هستیم. بله، دنیای قدیمی خودمون هستیم و مثل اینکه نمیتونیم به هم برسیم. اونا با سرعت میرن، ما داریم با همون حالت قدیمی میریم جلوتر و این باعث میشه که شکاف‌ها همینطور حفظ بشن و گاهی وقتا متاسفانه بیشتر هم بشن. اصلا تصورشو بکنیم بعضی وقتا که ما تازه باشون مبارزه میکنیم که این چیه اون چیه این کارا چیه، انگار که میخوایم اونا رو برگردونیم به عقب، ولی نمیشه. به قول شما دنیا ما به سرعت یکی از مسائلی هم که هست همینه که در دنیای قدیم کلا نسل قدیم نسل قانعی بود. ولی حالا فرزندان ما اهل سرعت هستن و اهل پیشروی و اهل زندگی بهتر، آرمان‌های تجملات، آرمان‌های بالاتر، بلندتر. و خب این هم یه مسئله دیگه‌ایه که ما نباید سعی کنیم اونا شبیه ما بشن. ما باید با اونها بتونیم کنار بیاییم و پیش بریم تا این تنش‌های بین والدین و فرزندان کمتر بشه. یه موضوع دیگه هم همین سر و صدا هاست. چقدر این نسل اهل سر و صداست. بله. چقدر این نسل دوست داره تلویزیون رو بلند تماشا کنه، موزیک رو بلند گوش کنه. من فکر کنم شوهرم هم جز نسل جدیده، چون دوست داره تلویزیون رو خیلی بلند تماشا میکنه. و ما همین هم یه موضوعیه که خیلی وقتا میگیم فاصله میندازه این بچه ها نمیفهمن ما رو. خب ما باید اونا رو بفهمیم. اونا این دنیای پر سر و صدا رو دوست دارن و چقدر بهتره که کمتر شکایت کنیم. من فکر میکنم این جوانانی که امروز این برنامه ما رو نگاه میکنن خیلی ما رو دوست خواهند داشت، چون تا اینجا فقط داریم خودمون رو محکوم میکنیم و اونا رو همینطوری تبرئه میکنیم. پس نسل قدیم زیادم نسل بعدی نیستن والدین شما. و یه چیز دیگه این که معیارها هم عوض شده، دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها عوض شده. ما به یه چیزایی اعتقاد داریم، به یه معیارهایی که اونا اصلا شاید براشون زیاد مهم نیست و کلاً نسل جوان نمیخوان پیرو والدین خودشون بشن در زمینه بگیم پیروی از این معیارها. الان من میپرسم از عزیزانی که نشستن و پای صحبت‌های ما هستن، این که به نظر شما کدوم یک از این دو نسل مقصرن؟ ماها که نسل والدین قدیمی هستیم و یا شما که عزیزانی که جوانتر هستید؟ آرمین شما چی فکر میکنید؟ ما که خودمون رو تبرئه کردیم اینجا دیگه. فکر نمی کنم تقصیری به گردن هیچ کدوم باشه. در اصل هر دو گروه هم حق دارن. بله. ما هم حق داریم به عنوان والدین. چقدر باید صدای موزیک رو بلند گوش کنیم؟ چقدر باید مسابقه فوتبال رو روی تلویزیون با صدای بلند گوش کنیم؟ واقعا همینطوره. پس هیچ کدوم از این دو نسل در واقع مقصر نیستیم. هر کدوم برای خودش اون ارزشاشو باید حفظ کنه و سعی کنیم که طرف مقابل رو بیشتر درک کنیم. مراعات حال همدیگر رو کردن بهترین چیزه. واقعا هم همینطور.
ما دوست داریم تجربیات گرانبهای خودمون رو به نسل جدیدمون بدیم. خب چیز درستی هم هست، ولی چقدر خوب و زیباست که ما هم بتونیم وارد دنیای اونها بشیم تا بتونیم رویاهای اونها رو بشناسیم، تا بتونیم ایدئال های اونها رو بشناسیم، بتونیم ببینیم اونها چی فکر میکنن، اونها چطور برنامه ریزی میکنن، چطور آینده رو میبینن. خب در این مورد هم دوباره فکر میکنم ما باید یه مقدار کناره بگیریم که اجازه بدیم اونها خودشون رو نشون بدن و خوبه، چون از این طریق ما میتونیم فرزندانمون رو هم بشناسیم. بله. عقیدش چیه، طرز فکرش چیه، دیدش چیه، و شاید من اینجا خودم هم بتونم خودم رو یه مقدار بالا بکشم، چون این نسل جدید عصر امروز دیگه، درسته؟ بله. پس همزمان با اینکه تجربیات خودمون رو براشون میگیم، اجازه بدیم که اونها هم خودشون رو باز کنن و ما بتونیم درون و دنیای اونها رو ببینیم. بله، بعضی وقتا بچهای ما اینقدر از رویاهای دست نیافتنی صحبت میکنن، آرزوها و آمالشون که شاید به نظر ما زیادم همچین بگیم ملموس نباشه، شدنی نباشه، غیر ممکن باشه، ولی لااقل میتونیم این فضا رو براشون آماده کنیم که گوش شنوا داشته باشیم. وقتی که صحبت میکنن در مورد آرزوهای خودشون، نگیم که ای بابا این صحبت ها چیه تو داری میکنی، چیه میزنی، برو واقعا بگیم به فیض خدا به این آرزوهات میرسی اگه تلاش کنی و یکم فکر کنیم که چطور میتونیم درکشون کنیم. و کلا تو ابتدای برنامه هم گفتیم که مشکل بیشتر عصر حاضر هست، این شکاف بین نسل ها. در گذشته هم حتما بوده ولی به این عمق نبوده. و کلا یه جایی میخوندم که نوشته بود که شکاف بین دو نسل امروزه مثل جنگ جهانی سومه. خطرناکه، خیلی خطرناکه. یعنی اینقدر گاهی وقتا از هم دور میشن والدین و فرزندان که وقتی همدیگر رو میبینن دیگه زمینه فقط مساعده برای جنگ کردن، چون تا یکی لب صحبت باز میکنه دیگری بلافاصله عکس العمل نشون میده و یعنی با این عکس العمل میگه که من نمیفهمم تو چی داری میگی، اصلا قبول ندارم اون چیزی رو که درسته. چند روز پیش به دختری برخوردم حدودای 17 ساله و میگفت که من سعی میکنم که زندگی خوبی داشته باشم، زندگی خیلی پابنده به اصول و اخلاقیات. تو خونم سعی میکنم وظایف خودم رو نسبت به والدینم انجام بدم، ولی باز هر کاری میکنم احساس میکنم که مخصوصا مادرم از من همینطوری ایراد میگیره و روز به روز من به عنوان دختر احساس میکنم که چقدر از مادرم دارم فاصله میگیرم. و در ادامه صحبتاش این دختر عزیز گفتن که این اواخر برای خودم یه دفتر کوچیک آماده کرده بودم که افکار خودم رو توش می‌نوشتم و دوست نداشتم کسی ببینه، ولی مادرم اینو پیدا کرد و خیلی ناراحت شد. محتواش هم خوند و گفت که اینا چیه تو نوشتی؟ چرا اینا رو از من مخفی کردی؟ چقدر چیز بدیه و این باعث شده که فاصله بینشون روز به روز بیشتر بشه. چون سایه جان ما فکر می‌کنیم که باید تمام اسرار بچه ها رو بدونیم. خب یه چیزایی هم هست که اونا تو دنیای خودشون دارن. درسته. به جای اینکه مخالفت کنیم و به جای اینکه درگیر بشیم، قلبشون رو بشکنیم، خوبه که به این اسرارشون هم حتی احترام بذاریم و این آرامش رو بهشون بدیم که من اینجا هستم اگر هم روزی میخوای اینا رو با من در میون بذاری، ولی نه اینکه من کلا اصلا مخالف همه اسرار تو یا نظرات و کارهای تو هستم. این هم چیزیه که ما احترام بذاریم به دنیای بچه‌هامون و همش شکایت نکنیم که این بچه از من فاصله داره، به من هیچی نمیگه. اینها بیشتر این مسائل بیشتر اونها رو از ما دور خواهد کرد. واقعا همینطور هست. و کلا جوانان عزیزم بدونن که ما دوستشون داریم و نمیخوایم که اذیتشون کنیم. اگه خودشون هم یک قدم هایی بردارن در کم کردن این فاصله، خیلی ازشون ممنون میشیم و تشکر از شما و امیدواریم که خداوند کمکتون خواهد کرد که این شکاف رو هرچه کمتر و کمتر کنید. تا دیداری دیگر، خدایا رو نگهدارتون. خدا نگهدارش.